مختصر یه توضیحات کلی راجع به حقوق بین الملل برامون بده، این سفر ملاحظه بکنیم. از اینی که تو منشور ملل متحد کجا اشاره شده به اینترنشنال لا این شروع کرده، این چند تا پاراگراف خیلی مختصر بوده، اینجا ها میتونیم باز بکنیم. توی این صفحه خیلی جالب اشاره شده به اینی که حقوق بین الملل چیه و سازمان، ارتباط سازمان ملل متحد و نهادهای مرتبط با حقوق بین الملل که همطور که میدونید یکیشون چیه؟ کمیته 6 مجمع عمومی و البته ILC به عنوان کمیسیون 4 مجمع و باز البته همینجا اشاره میکنه به آنسیترا. بله خوب آنسیترا میدونی یعنی باز ذهن من تفکیکه یه خود خب بله چون حتی خود آنسیترا یه بخش به ما کلونه که کیس داره گذاشتن. خب اینا اراده دولت‌ها باید وجود باشه دیگه. اگر نباشه دولت‌ها رو نمی‌تونید کاملا قطعاً چون نفع دولت‌ها به نظر میاد اینه که این روابط بازرگانی خصوصی هم باشه در کنار اینکه خب اون قواعد خودشون و منافع خودشون در نظر میگیرن، منافع ملی از کلام باشه. من یه نکته می‌خواستم بگم تو چند سال اخیرم یه مقدار این ارتباطی که شما فرمودین بیشتر شده، مخصوصا سال 2010 بود اگه اشتباه نکنم OECD یه گایدلاینزی